салом алайкум устоди муҳтарам. وعلیکم السلام. саволе доштем дар бораи 2 ракат суннати намози бомдод ки дар ҳадис омадааст. ҳазрати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам баъди хондани намози хуфтан 2 ракат намози суннати намози бомдодро хонда хоб мекарданд. дар бораи ҳамин камтар шаҳр медодед устоди муҳтарам. بعد نماز خفتن نه، بعد نماز ویتر خفتن همراهی جماعت در مسجد میخواندند و بعد می آمدن به خانه، گاه 2 رکعت گاه 4 رکعت نماز میگذاشتن، بعد خواب میکردن. وقتی که خواب میکردن بعد میخواستن تهجد میخوانن 11 رکعت. از این 11 رکعت 8 رکعتش تهجد است، 3 رکعتش ویتر هست. ویتر رو در همین حالت میخواندن که بعد خوانده شدنشان الکی وقتی اذان بامداد میشد. ویتر رو مثلا خوانده که سلام دادن، اذان بامداد میشد. اذان بامداد که گفته شد خیسه 2 رکعت سنتی بامداد رو هم میخواندن و کمتر تکیه میزدن. یعنی تکیه زده خوابی پررنه، یعنی فقط همیشه تکیه میزدن، خواب نمیکردن، خوابشان نمیبرد، فقط تکیه میزدن. بعد به نماز جماعت میبرآمدن. یعنی ظاهرا گویا 2 رکعت سنتی بامداد رو به نماز ویتر جمع میکردن، لیکن این خیلی نیست. ویتر خیلی شب خوانده میشد، 2 رکعت سنت در اول صبح. و حضرت عایشه گفتن که رضی الله عنها پیامبر صلی الله علیه و سلم از اول شب هم ویتر خواندن، در مابین شب هم ویتر خواندن و ویترشون در سحر به آخر رسید. یعنی در آخرهای حیاتشون فقط ویتر رو در سحری میخوندن. سحری وقتی که روزدار سحری میکند، یعنی پیش از اذان بامداد، در آخر شب رو سحر میگن. اما وقتی که صبح کی دمید و الکی صبح است، صبح دمید، اون وقتی اذان بامداد. در بیرون تاریکی هست ولی بعضی آدم ها از دمیدن صبح برآمدن آفتاب یا روشنی را میفهمند. نه، بله روشنی هست ولی که اون روشنی فقط در افق است، در طرف مشرق صبح میدمد، مانند یه ریشته خیلی باریک است، همین قدر صبح میدمد. بعد هماس آهسته وسیع شده میبیاد. بعد میبینید که مثلا به طرف مغرب نگاه کنید سیاه هست، به طرف مشرق نگاه کنید کبودچه و سفیدی هست، یعنی فرق میکند. عکسی وقتی نماز شام، در وقت نماز شام به مشرق نگاه میکنید سیاه هست، به مغرب نگاه میکنید سرخ است.